خب دوستان سلام، خیلی مخلصم. امیدوارم که امروز هم یه روز پر انرژی شروع کرده باشیم. میخوایم بریم سراغ یه سری چیزهای پایه‌ای که با هم دیگه یاد بگیریم. خب بچه‌ها، همونطور که تو ویدیوهای قبلی صحبت کردیم، این یونیت داخلیه، اینم یونیت بیرونیه، اینم داکته که اینجاست. اینو بذاریم بار. خب ما زمانی که میخوایم کندانس یا همون یونیت بیرونی رو بلند کنیم، خب موتور دست راستشه، این روبروش که وای میسی، این روبروشه، روبروی پرتاب بادش که وای میسی، موتور دست راستشه، این ور فضایی نداره، واسه همین دست راستش خیلی سنگین تره. موتور، منظور از موتور یعنی چی؟ یعنی همون کمپرسورامون. اوکی، ما 3 تا کمپرسور داریم تو سیستم تهویه مطبوع: کمپرسورهای روتاری، کمپرسورهای اسکرال یا کمپرسورهای پیستونی. 3 تا موتور داریم. چیزایی که دارید نگاه میکنید کمپرسورهای روتاری هست. عجله نکنید، جلوتر کامل بهتون توضیح میدم. روتاری خیلی مشخصه، نگاه کن شکلش از همین الان داشته باش، متوجه بشو. نگاه کن یه دونه اکومولاتور بهش وصل، اینا رو همه رو توضیح میدیم که قضیه اکومولاتور چیه. وصل خیلی تاپلان اینا، نگاه کن تمامشون این قضیه رو دارن. یکی هم نگاه کنیم اون بغل، اینا هم یه مدل دیگه. اینا هم کمپرسورها روتاری. این دستگاه ها کمپرسورهای روتاری دارن، این یونیت بیرونی. خب بغلش یعنی دست راستش اتصالاتش هست. اتصالات منظور از چی؟ یعنی شیر سرویس هامون هست. این شیر سرویسه و اینم شیر سرویس. به اینا ما میگیم شیر سرویس. اوکی، یه دونش رفته، یه دونش برگشت. رفته چی؟ رفته گازه، یه دونه برگشت گازه. اوکی، اینو تا اینجا داشته باش. حالا گاز ما رفتمون به صورت مایع است، برگشتمون به صورت گازه. حالا ما داریم میگیم که قضیه رو بدونیم چیه. خب کدوم رفته کدوم برگشت؟ بچه‌ها تو این کولر گازی ها کلا تو اتصالاتمون همیشه لوله کوچیک‌تر لوله رفته. اگه دقت کنید این کوچیک‌تر از اینه. لوله کوچیک‌تر لوله رفته، شیر سرویس کوچیک‌تر شیر سرویس رفته، لوله بزرگتر و شیر سرویس بزرگتر میشه چی؟ لوله برگشت. خب این از این شیر سرویسی که دارید نگاه میکنید چیز خاصی نداره. بذار من یه سری توضیحات بهتون بدم همین الان. اینجا یه قسمت آلن خوری داره، نگاه کنید آلن خور اینجا هم همینطوره. ما برای اینکه پمپ دان کنیم یا گاز رو جمع کنیم از این دوتا استفاده میکنیم. بهتون یاد میدم، خیلی ساده است. باید 10 دقیقه یک رو بذارید کولرتون کار کنه. بعد 10 دقیقه که کار کرد بیاید اول اینو کامل ببندید، چون به حالت عادی بازه. زمانی که باز باشه گاز کندانس داخل اواپوراتوره. این الان بسته است بچه‌ها، نگاه کنید بسته است. خب زمانی که الان بسته است یعنی گاز داخل این میمونه، این یونیت بیرونی میمونه، داخل کندانسش میمونه. خب زمانی که بازه این راه به این راه اتصال پیدا میکنه. این شیر سرویس همونه و اینم که عرضم به خدمتتون از این شیر سوزنی ها ما چیکار میکنیم؟ متوجه میشیم چقدر گاز داریم، گاز تزریق میکنیم و چیزای دیگه. بذار من اینو الان سرم اینجا بود ایشترم باز کنم. چون منم بچه‌ای. خب نگاه کنی، گاهن پیش میاد این شیر سوزنی خرابه، گاز داخلش نداره، شیر سوزنی خرابه، پس همینجا نشری گاز داریم. در پوشش حتما صفر کنید، اینم حتما صفر کنید، کف صابونم بزنید خیالتون راحت باشه. اگه خراب بود با یه سری ابزارهایی باید تعویضش کنیم، اونم این کیت والف باز کنه. خب شیر سرویسمون رو متوجه شدیم، رفت و برگشت رو متوجه شدیم. بحث الان میرسیم به جعبه برق. ببینید تمام دستگاه ها که میخریم یه پاور اصلی داره
و بعد فرمان هامونو داریم. در هر صورت ما باید یه برق به یونیت بیرونی بدیم و یه برق به یونیت داخلی بدیم. خب ما میخوایم الان صحبت کنیم که بعضی از پنل ها، بعضی از ظرفیت های پایین تر برق از یونیت داخلی تأمین میشه و بعد میاد بیرون. بعضی از ظرفیت ها که میره رو ظرفیت های بزرگتر، از 18,000 به بالا 24,000 30,000 32,000 36 میاد برق از یونیت بیرونی به داخل میره. خب اینجا یه دلیل داره برای چی این اتفاق میفته. من الان بهتون کامل توضیح میدم، البته تو ویدیو بعدی. تایم ویدیو زیاد بود، بعضی از دوستان گفتن که تایم ویدیو رو کوتاه کنیم، میخوام همین کوتاه میخوام کنم. تو ویدیو بعدی، کلیپ بعدی میخوایم توضیح بدیم چرا بعضیاشون برق از یونیت داخلیه، بعضیاشون از یونیت بیرونیه. موفق باشید.